حالا این علی گدا تو این وضعیت بیریختی که دوچارش شده سوتیایی میده که ملخم شاخ در میاره. یه نمونهش همین سفر آمانو به تهران بود. خودشون دعوتش کردن، بعدم خودشون تو بوق و کرنا کردن که به به و چه چه از این سفر نگو طلا بگو. سفر آقای آمانو نیز در شرایط حساس فعلی مثبت ارزیابی می شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار سفری سیاسی به ایران داشت. لذا به نظر می رسد وی در سفر به ایران قصد داشت نشان دهد اجرای پروتکل الحاقی در مورد ایران مانند سایر کشورهای دنیا خواهد بود و به عبارتی آژانس درخواستی فراتر از پروتکل الحاقی و MPT از ایران ندارد. آره، آژانس اصلا درخواستی از آخونده نداره که. اصلا آمانو اومده بود اوکی تولید بمب هسته‌ای رو با آخونده بده و بره. حالا اینی که نشونتون دادم فقط یه نمونه از پشت هم اندازی های آخونده بود. تمام ورق‌پاره‌های کوسه پر شده بود از دادار و دودور درباره موفقیت سفر آمانو. حالا همه اون ورق‌پاره‌ها یه طرف، خالی بندی سنگین تیبیریش یه طرف. آمانو هم در این دیدار که شامگاه دیروز انجام شد با تقدیر از همکاری‌های ایران گفت در پی بازرسی‌های گذشته همواره اعلام کردیم که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ گونه انحرافی به سمت مقاصد نظامی نداشته و ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. یه جوری حرف میزنه که انگار آمانو خودش یکی از دانشمندای هسته‌ای نظام بوده و اصلا سالها تو فردو کار میکرده. خب رفقا، حالا از رسانه‌های دروغباف آخوندا بگذریم و بریم سراغ اصل مطلب. راستی نتیجه این سفر چی شد؟ بالاخره حرف واقعی آمانو چی بود؟ بریم ببینیم بقیه چی میگن. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ملاقاتش با حسن روحانی تأثیر کمی در پیشبرد تحقیقاتش در مورد فعالیت‌های تسلیحات اتمی رژیم ایران داشته است. روحانی به انکار فعالیت‌های تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد که خود نشانگر بنبستی است که از یک دهه پیش ادامه دارد. زکی، سفر موفقیت آمیز کجا و بنبست کجا؟ یعنی فرقش یه ذره دو ذره هم نیست، اصلا دو دنیاست. تازه خبرگزاری فرانسه رو ندیدید؟ این یکی اصلا تعارف معارف و کنار گذاشته و میگه شکست خورد. یوکیو آمانو در سفر به تهران از پیشبرد تحقیق در مورد تلاش رژیم ایران برای ساختن بمب شکست خورد، امری که مانعی بر سر راه توافق با رژیم ایران است. جماعت شیخ فرید به شیوه سنگ مفت گنجش مفت آمانو رو دعوت کردن تهران تا به یاد روزهای شیرین مماشات یه چشمکی چیزی از آژانس بگیرن و بگن بله آژانس تایید کرده، کنگره هم هیچ حرفی نمیتونه بزنه. اما از اون جایی که این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، سفری که قرار بود مرهمی به زخم آخونده باشه تبدیل به نمک شد و جیغشونو در آورد. آمانو پس از سفر به تهران گفت در مورد راستی آزمایی و تحقیقات هسته‌ای در ایران کار بیشتری لازم است. برخی از دیپلمات‌هایی که وین را ترک کردند هشدار دادند توافق اتمی میتواند به نتیجه نرسد. بله، اینجاست که زبون دلواپسا به اندازه متراژ عمامه عظما دراز میشه که آخه چرا کار رو از اون که بود خرابتر کردید؟ آخه این سفر چی بود که اینجوری خرابش کردی رو عمامه عظما؟ این که بدتر شد که اینم چند نمونه از ورق‌پاره های باند خامنه و سوز و گداز از سفر آمانو. جوان، دست‌های خالی آمانو در بازگشت از تهران. سیاست روز، نقش آفرینی جدید آمانو. سیاست روز، آمانو همیشه غیر قابل اعتماد. حمایت، آمانو سوال درباره PMD را بی پاسخ گذاشت. حالا بعد از این گشت و گذار رسانه‌ای بریم سراغ خود علی گدا ببینیم نظر خودش چیه. یعنی میخوایم ببینیم ته خط چه تفسیری از اوضاع داره. تونل این مذاکرات و تحریم و آژانس و این داستانا به کجا ختم میشه؟ بله، بنده هم عقیدم اینه که
هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست، مسئله یک محاسبه بسیار بالاتر و فراتر از این حرف هاست. خب دیگه تموم دیگه. بابا موشکاف زبونش مودر برد، اینقدر گفت که علی گدا بخوری پاته نخوری هم پاته. حالا هم بفرما، خودش داره صاف و پوسکنده میگه که آقا قضیه فراتر از این حرف هاست. یعنی با آژانس، بی آژانس، با آمانو، بی آمانو، با زهر، بی زهر، علی گدا میمونه و چاه سرنگونی و شاتالاب. موشکاف